خانم من یه خودرو برقی میخوام، چی بگیرم؟ آپشن اصالت واسط مهمه؟ بله. مسافت زیادی رو میخوای باهاش طی کنی؟ آره قطعا. پس قطعا Q4. حالا میپرسی چرا؟ بیا دلیلش رو بهت بگم. Q4 برادر Q5 ولی با یه سری تفاوت‌ها و شباهت‌ها. من الان میخوام بهت شباهتاشو بگم. هر دو تا ماشین از برند آودی هستن که آودی هم یک برند پریمیومه. موتور برقی این دو تا خودرو توانایی تولید 150 کیلووات بر ساعت قدرت، معادل 204 اسب بخار و 310 نیوتن متر گشت‌آور رو داره. هر دو محور محرک عقب یا همون RWD هستن و سقف پانورامای بازشونده. از آپشن‌های Q4 بخوام بهت بگم تا شب طول میکشه، اما دوربین 360 گرمکنه صندلی و رینگ‌های 20 اینچی فقط مخصوص Q4 های نادین خودروان و Q5 ها فقط تیپ فولشون این آپشن‌ها رو دارن.